دختری که خودشو از دونستن این سه تا نکته محروم بکنه طوری زمین میخوره که تا 50 سالگی دیگه نمیتونه خودشو بلند بکنه، مخصوصا اگر زیر 25 سالش باشه. پس اگه پسری لطفاً ویدیو رو رد کن بره و اگه دختری این ویدیو رو بفرست برای مهمترین دختری که توی زندگیت میشناسیش. شماره 1، هر پسری که اومد سمتت قطعاً و مطمئناً عاشقت نیست، پس همون اول خودتو کامل در اختیارش قرار نده. اون پسر باید خودشو به تو اثبات بکنه. خیلی از پسرها هستن که خیلی خوب بلدن مختو بزنن و هوش و حواستو ازت بدزدن. مواظب باش مورد سوء استفاده این پسرها قرار نگیری. شماره 2، تا زمانی که مستقل نشی و یک منبع درآمد مستقل برای خودت نداشته باشی، برای ریزترین و ببخشید خصوصی ترین چیزهایی که میخوای برای خودت بخری باید از یکی دیگه اجازه بگیری. پس داشتن یک منبع درآمد مستقل از نون شب برات واجبه. اوکی؟ و شماره 3 که از همه‌شون مهمتره، اگر بهترین دختر خانواده هم باشی، اگر بلد نباشی پول در بیاری و خودتو ثابت بکنی، خانواده بهت اعتماد نمیکنن. ولی اگر راه درآمد داشتن رو یاد بگیری، خانواده چشم بسته بهت اعتماد میکنن و 90% چیزهایی که قبلا برات قفل بود قفلشون باز میشه. بدون شک اینو بهت میگم. پس داشتن یک منبع درآمد مستقل از نون شب برات واجب‌تره. این سه تا نکته دونستنشون خیلی مهمه، پس خودتو از دونستنشون منع نکن. من تو پیجم حرفایی میزنم که ازت یک ذهنیت مستقل و پولساز میسازه. اگه به دردت میخوره بقیه دوست دارم.